یکی چه؟ تکو ماما دست تکو بره بیا دست دارم دست دارم چه؟ بیجا نداری؟ از اینا فکر نکنم. برای حیات میخوام همینقدر باشه بس. بذار جستجو کنم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، 10، 11. چند تا داریم؟ یکی دو تا، سه تا، 4 تا. یه اندازه همشون اون روز آقا نعمت خرید نکرد. آره پایینه.
استاد میگم نور لامپاشون چه رنگیه؟ نور لامپاشو بالا نمیدونم، باید فکرم پایینه. با نیمه طبقاتش رو فکرم پایینه لامپا. حالا هر لامپا پایینه، نورشون چه رنگیه؟ نشون نمیدم بسنم. آقا نیمه گرفته. آقا نیمه رو پرسم. خب برم لامپا هم بیارم پایین، فکر کنم پایینه. آفتابی همه شیریه آفتابی پایین. نه آفتابیه، همه آفتابیه. آفتابی اینجا 4 تا بودن. اصلا بفرمایید چای بخور. نوش جان. بفرمایید. امروز لامپاشونو کامل می‌بندید طبقه بالا رو؟ هم بالا هم پایین. دست در نکن. حیات هم خواهیم تا قوطی بزنیم برای حیات، روشنای حیات. تا قوطی این بر و با لوله میخواه آب نما کنه مشکلی پیش نیاد. دست در نکن.
آلوین بابا 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 این همو میکنی؟ برو سک تاولتی دار بیا ایتایی بریش آقا خود آبنم جونم بابا جونم بیا بابا بابا توت فرنگی رو داشتی تو بخیر توت فرنگی رو داشتی تزدان نه بابا دنیا خبره همون حتی اون چه دیگه خود عزیزم جون ماما بیا ماما کلیکو بابا ماما کلیکو آفینه بیا فقط از این لولای نسوز رو بردم خوب به نظره؟ انا خودت کنم خب فقط با پایین یه ردیف باشن درست کافی بیا شید سالی چند کنم پایین سکن توری نبیا همه بذارم ای برتر توری اونو بیام بطر و اونم بیام بسم یا لازم نفجه این یکی طوری خوب طوری نی بیا بالاخره یادم دید نیست یادم تو دید نیست چند دید با هم با میخوای اینو برش بزنی؟ برش میزنی طوری اینا رو برش بزن سنفرز اینا هست اینا رو برش بزن اینو بیا سر جا خودش که دیگه به مشکل هم نست واسه طبقه پایین ها یه همه توی یه ردیف باشه بزنش دست درد اینو برش بدم ها؟ آره برش بزن مثلا کامل برش بزن این بره رو همین قرار برشش بزن آره برش بزن اصلا باشی اوستا قربونی زنده باش دست درد تو من قرار برم تا جایی یه موقع کارت به اینجا رسید و تو مشکل خوردی واسه آیفون و اینا میتونی از اون ور کار کنی چشم دست درد قربونت برم ماشین من خرابه باید برم با یه تاکسی یه چیزی برم باش ماشین وای نمیسه من چسب گذاشتی بیرون برای من؟ آره میگم الان تو برای دست شدن اینجا یکی فاصلهشون دادن که دیگه اینا نخواد برش بزنی اون رگه نمیتونستن اذیت هم کرد آره دیگه الان اندازه حاضرت کارشون دورش کردن یکی بندش دادن که برش نخواد آره هم کار زشت میکنن این واسه خواهر؟ نه اینه موقعی که نفت ریزیم داخل بخوری اینه در بیاری که پیش نگیره اینجا وسیلهاتون نسوزن ایوان خانم چه خبر؟ سلامتی؟ میشی تمام بیا تمام آفرین بیا بوسه هم رو چه خبر؟
اصلا من اینقدر عجله اومدم که آدم را این مقدار وسیله بیارم نه دست در نکن این مدار رو رسیده مرزا خوبی؟ میگم اگه اینجا سختتونه در اتاقتون رو قفل کنید الان مثل یه ماه 2 ماه هر موقعی که خودتون تونستی بیاید شهر پیش ما زندگی کنید نه دست در نکن بعد یه چیش بیده بالاخره زندگی کنه سختی و رسمی بچش خوب زن رات بخوری نفتی هستی واسه بچه ها هر موقع دونستید بهتن شدن یا خواستن تو شهر بمونن مرکش فعلا که طبقه بالا کار داره یه مقدار حالا میتونید یه گوشه شما زندگی کنید تا موقعی که آیا پراتی خواستن عروسی کنن شما میتونید اونجا باشید دست در نکن بالاخره کاری که دست ما برمیاد براتون انجام بدیم چون بین ما با هم صحبت کردیم داشتیم اومدیم و گفتیم اگه سختتون اینجا میتونید دست در نکن یه چند وقت اونجا زندگی بیمارش نزانتی Nete abi? Ha? Nete? بازم یه اتاق خیلی گرمه به خاطر اینکه داره کوچیکه زود گرم میشه من یه چند تا گوسفند قرار امروز برم و ببینم اگه شد بارگیریشون کنم و بیارم ولی خب چون اینجا هنوز مکان درست حسابی نداریم واسه نگهداری از اونا پیش یکی از فامیلامو قرار ببرم تا یه چند روز اگه تونستم اونا ازشون نگهداری کنن و اینجا که آماده شد شد سلامتی براتون بیاریم اینجا بالاخره شیری ماستی چیزی هم داشتن و بچه ها رو دیگه پارشی می‌ذارن دست در نکن خوب این پلاستیک که انداختیم روی نم که دیگه جایی سراخ نشد که؟ نه حالا انشالله هوا خوب شد یه سیما میکشیم روش دیگه محکم بشه و سلامتون این همیشه ساکته یا من اینجا میام ساکت میشه؟ همیشه مثل آروم اینجا رو بردارید اگه نتونست بریز داخل هم بگو یه مسیر راه خود درست کن اینجوری آره که بتونین راحت کفشو پر کنید حالا منم برم ببینم اگه شد چند تا گوسفند رو بگیرم و انشالله دیگه آماده باشیم واسه بالا پشت سرت میخوای ساختمون درست کنی دوباره بعدا نمیدونم باید چیکار کنیم چون ببین ما وقتی طویله داشته باشیم باید یه اتاق واسه نگهبانی هم داشته باشیم حالا شاید یه موقعیشون بخواد بره تو شهر زندگی کنه شاید به قولی گفتنی نتونه از گوسفندهای ما نگهداری کنه و خودش بخواد شغلی و واسه خودش دست پا کنه حالا دیدیم اگه نهایتش بعداً اوکی شد یه اتاق هم اینجا درست میکنیم واسه اتاق نگهبانی میگم میخوای درست کنی زیاد خاک برداری نکنه پشت سرتون نه خب فعلا واسه این که ماشین اینجا بخواد دور بزنه و برگردیم باید این قسمت رو خاک برداریش انجام بدیم
حتما رفتم. سلام. ببخشید اگه سلام چیزی وسیله چیزی لازم دارید بگید که براتون بفرستم. سلام. خداحافظ. سلام. هر زور چیتری اگه هر زور چیتری بریز داخله مشکل نداره.
حالی کن. دست در نکنه. بیا جلو بیا جلو. سلام. باید سنگ یه چیز ضربه بزن که بیا هم آرمان بهتره واضح بودم.
تازه صحیح شد؟ آره امروز خریدم فقط مواظب باشه من رنگشون بزنم در حیات تا یه لحظه آرما همون رو بسین نه آمدم دراز میشه نه از بخوام داره بزنم جیری زنم خیلی نه همون رو بسین نه یه چی رنگ شد بزنم همون در بسین دادم در بسین چی نه Uy, همون در بسین چند تا سری؟ من یه 25-6 تا گرفتم مثلیه چه؟ آره چند تا ماشین؟ 3 تا ماشینه 2 تاش هم یکیش نگاهش هم موقف چه سفیناتی دیده اوی من زنجیر باز میکنم رد اویا شما همشون بزغاله دارن؟ آره همه اینا بزرگ دارن مزالاشون هم درشته یه مادی اینجا علف بخورن راحت پول خودشون داره نه خوب زیچگیه اینا یه نفر به معرفی کرد پول لازم بود دیگه گفتیم وانت کرایی یا از بچه خودتونه؟ کرایی آقا دست دهنه با ماشین بشوری یا کارواش او هست خب بعد سنا با هم میرن همون رو او رو بیا بیرون تا اون ماشین سختی بسد آروم بزنش دنده دو خواه که برسوان نکنه داردی مره رنگ بیا بیا صداش بزن بگو بیا چه دا بونچ تبع شد
درست همین دم دایت سنتا استوا خطایی میشی من خطا بیه بیا رنگی بیا بشون من داشت زیاد رای همون داشت siz o doğu düşüne de tabi مسیح سودانی دید اصلا روی برندن Kuya basta درخت نخوره خویا آقا خویا آمد ها باشه نه میامده آمدن درخت حالا تا یه چند روز با گوسفندای خودتون یه چپون هست میگم بیاد که تو این صحرا اینجا ما را بتابونه ببینیم دش هذا هم تدري آره اینا همه بزغالی داره همه
روشن شده؟ خب بالا روشن شده؟ باشه من اینجا نگاه میکنم الان همه روشن شدن یه مسئله بهت میدم. بله روشن شدن اوستا همه روشنه درسته اوکی پس اون یکی چیه اون روشن نشده ببنده بعد خواهم شده درست اون کلاهی چیشه؟ کلاه خب باشه بذار سر باشه نه اوستا همه روشن شدن دست در نکنه واقعا امروز خسته شدی